سلام بچه، خوش من به ویدیو امروز من که آلبوم که میدیم هنو تماشا کنیم. خب اول شروع میکنیم از کلابام. 3 تا کلاب دارم: منچستر سیتی، یوونتوس، منچستر یونایتد. صفحه بعدی پرالمام هستن که به ترتیب شماره‌هاشون گذاشتم. صفحه بعدی میبینین که اینجا 2 تا رویال دارم و ادامه پرالمام. اینجا رویالا و صدام هستن. ادامه صدا ورلد کاپ زیدان و 2 ورلد کاپ دیگه. سیگنیچر کریستیانو رونالدو. 2 سیگنیچر دیگه کیلیان امباپه توتی به علاوه 3 توتی دیگه. اینجا کوپا آمریکا هم تماشا میکنیم. 5 تا کوپا آمریکا دارم. اینجا ویرونی یورو و از اینجا به بعد یورو هم شده میشه. اینجا ادامه یورو ها. ادوانس هم. اینجا بین ادوانس هم ارینگ هالند و رویس رو تماشا میکنیم. اینجا ادامه ادوانس هم. 2 فوروارد صلاح و کین و گلکیپر کوبل. اینجا 2 گلکیپر دیگه داریم با فوروارد اوسیمن. دیفندر و میلی فایر داریم. کوچ بایر مونیخ. 2 فوروارد دیگه به همراه هافبکی به نام اودگار، استرلینگ و 2 کوچ دیگر رو تماشا میکنیم. صفحه بعدی دوباره یک سیگنیچر داریم، سیگنیچر گاوی و اینجا بعد اونقدر زیاد تماشا کردن ندارم. اینجا 24 هم میبینیم. یه سامر دارم 98 کافو، مت هاملز. 2 سیگنیچر میبینیم ارینگ هالند و استیون گرارد، محمد صلاح و یا ادوانس اشرف حکیمی، لوکاکو. اینجا لوسیو، کناته، ادن هازارد، رافائل وارانه. اینجا 21 هم هستن: بستو، پویول، شریر، لواندوفسکی، سیلوا و ماشین کیمدی که اسمش بوگاتی بیرونه. خداحافظ، ممنون که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.